الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که در بانک های ریبوی، بانک هایی که از نظر شریعت حرام است، بانک های پرسنتی است، کار کردن جایز است و کسی که کار بکند معاشی که از اونجا میگیرد آیا حلال است یا حرام؟ بارک الله فیکم. البته بانک ها به دو قسم تقسیم می شوند. بانک های ریبوی که امروز در تمام عالم مشهور است و معروف است، بانک هایی که به پرسنت کار میکنند، بانک هایی که ریبوی یعنی مشغول میشوند به پرسنت، و بانک هایی که اسلامی هستند و از پرسنت خودداری میکنند، به پرسنت دادن و گرفتن مشغول نیستند. بانک هایی که ریبوی هستند که امروز این سیستم، این نظام در تمام دنیا پهن شده است، این بانک ها البته از نظر شریعت عمل کردن در این بانک ها حرام است. بعضی ها تقسیم کردند که یعنی رئیس شدن حرام است اما کار کردن درست است و این است و آن است. بعضی ها فتواهای بعضی از حزبی ها را آوردند و این اون سخن زیاد است. همه این سخن ها باطل است. قول صحیح راجح که موافق قرآن و سنت و مذهب سلف است، در همه نمودی کرسی های این نمودی بانک های ریبوی کار کردن حرام است. اگر کسی سردار این بانک باشد، اداره این بانک، رئیسی این بانک باشد و اداره این بانک در دست او باشد، بداند که البته شغلش حرام است، به کار حرام دست داده است و پولی که از کار حرام به دست میاد حرام است. کار حرام باشد، عمل حرام باشد، شغل حرام باشد، او مبلغی که به عوض کار شما به دست میاد حرام است. بله حرام است. و کسانی که در کرسی ریاست نباشند، در کرسی پایانی باشند، اونها کسانی که یک انسان‌های عادی در همون بانک کار میکنند، پول رو میشمارند، میدهند، حساب میکنند، میگیرند، تقسیم میکنند یا این و آن در یکی از قسماش کار میکنند. این بانک های که ریبوی در اونجا هستند البته این کارشون حرام است. از همین جهت یک مرد مؤمن، یک مرد مسلمان در این بانک ها نباید مشغول به کار کردن باشد. هر عملی که حرام است، پولی که از اونجا می آید اون هم حرام است. بارک الله فیکم.